گیتی هستم با ادامه مبحث PRP، بایدها و نبایدها و چه چیزایی باید در نظر داشته باشید. از 2 روز قبل از PRP باید آب زیاد نوشیده بشه تا پوستتون هیدراته بشه و از 2 هفته قبل هم بهتره از غذاهای به اصطلاح پرچرب، قندی یا مثلا پرکالری کمتر استفاده. اگه قرص یا داروی مخصوصی استفاده میکنید حتما قبل از وقت PRP تون با پزشکتون در میون بذارید. ممکن احتیاج باشه که این قرصا رو از قبل قطع کنید. خیلی ویتامین‌های متفاوت استفاده میکنن یا عادت به استفاده از مکمل دارن. باید حتما همه اینا رو به پزشکشون اطلاع بدن. تا 3-4 ساعت بعد از تزریق شما محل تزریق رو نباید دست بزنید. 48 ساعت نباید دوش بگیرید. اگه تزریق روی سر یا صورتتون هست حتما موقع خواب باید سرتون بالاتر از سطح بدنتون قرار بگیره تا ورم ایجاد نشه. بدون ضد آفتاب بیرون نرید. حداقل ضد آفتابی که بعد استفاده کنید 50% به بالا باشه. کمپرس گرم و سرد مکیدن ممنوعه. حواستون به آلودگی‌های محیطی باشه. اگه تزریق رو صورتتون هست تا 48 ساعت به هیچ عنوان میکاپ استفاده نکنید تا پوستتون دچار عفونت خدایی نکرده نشه. پوست شما تا 2 هفته کبود یا ملتهب خواهد بود. اگه بعد از 2 هفته این کبودی و التهاب کم نشد حتما با پزشکتون در میون بذارید. حالا به چه کسایی این روش اصلا توصیه نمیشه؟ یکی خانم‌های باردار که براشون ممنوعه، کسایی که قرص راکوتان مصرف میکنن تا یه مدت بعد از پایان دورشون هم ممنوعه. کسایی که مشکلات فشار خون دارن و کسایی که آفتاب سوخته هستن، کسایی که الکل مصرف میکنن، مصرف دخانیاتشون بالاست، این اصلا براشون ممنوعه. کسایی که قرصای رقیق کننده خون میخورن هم براشون ممنوعه. اگر تبخال میزنید یا احیانا پوستتون دیر خوب میشه حتما به پزشکتون اطلاع بدید تا ایشون دچار مشکل با شما نشه. فاصله ما بین هر PRP اصولا 6 هفته است و 5 بار به بالا نتیجه مثبتش رو شما خواهید دید. امیدوارم این نکاتی که خدمتتون عرض کردم براتون مفید بوده باشه. تا درود دیگر، لحظاتتون سرشار از عشق و آرامش.